من که خودم حسابی هیت شدم. این بار شیائومی با مدل جدید ایرپاد خودش یعنی ردمی بادز 6 یه قوقا به پا کرده که ما اینجا در واقع ردمی بادز 6 S و 6 اکتیو رو اومدیم با هم مقایسه کنیم. اول از همه باید بهتون بگم که توی این رقابت واقعا تفاوت‌ها مویی و جزئی شده و انتخاب سخت شده. از نظر وزن جفتشون تقریبا همسانه و بریم سراغ آپشنایی مثل ANC و ENC. 6 اکتیو از ANC پشتیبانی نمیکنه ولی توی مکالمه‌اش ما ENC رو میتونیم ببینیم. به جاش توی 6S یه ANC فوق‌العاده قوی رو داره و از ENC هم پشتیبانی میکنه. از نظر شارژ دهی به ما 600 700 مکالمه میده و توی 6 اکتیو فقط 600 به ما شارژ دهی داره. نسخه بوست 6 اکتیو 54 و 6S 53 است. 6 اکتیو یه نسخه پشتیبانی گیمینگ رو هم داره ولی 6S نداره و به جاش یه ANC فوق‌العاده داره و مقاومت محیطی بهتری رو هم داره. به نظرتون کدوم بهتره؟